آیا میدانید که قیامت کی به وجود می آید؟ البته اول اینکه الله تعالی خودش میداند و بعدا انشاءالله این نوا را تا آخر تماشا کنید میفهمید. ترجمه سوره قیامت با زبان تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم. لا اقسم بیوم القیامه، سوگند میخورم به روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و سوگند میخورم به نفس ملامت کننده که آدمی بعد از مردن البته برانگیخته خواهد شد. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا آدمی میپندارد که استخوان‌های او را جمع نکنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، بله جمع میکنیم، تواناییم بر آن که حتی سرانگشت‌های او را راست کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه آدمی میخواهد که پیش روی خود معصیت کند. یسأل ایان یوم القیامه، میپرسد روز قیامت کی خواهد بود؟ فاذا برق البصر، وقتی که چشم خیره شود. و خسف القمر، و ماه تیره گردد. و جمع الشمس والقمر، و آفتاب و ماه یک جا جمع کرده شود. یقول الانسان یومئذ این المفر، آن روز آدمی بگوید گریزگاه کجاست؟ کلا لا وزر، نه هیچ پناه نیست. الی ربک یومئذ المستقر، آن روز قرارگاه به سوی پروردگار است. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، آن روز آدمی را از حقیقت حالی آنچه خبر داده شود که پیش فرستاده و پس گذاشته بود. بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکه آدمی بر نفس خود بنا است. ولو القی معاذیره، اگرچه عذرهای خود را در میان آرد. لا تحرک به لسانک لتعجل به، برای زود از یاد کردن زبان خود را به تکرار قرآن مجنبان. ان علینا جمعه و قرآنه، به درستی که جمع کردن قرآن در سینه تو و خواندن آن بر زبان تو بر ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، پس چون آن را به زبان فرشته بخوانیم خواندن آن را پیروی کن. ثم ان علینا بیانه، سپس به درستی که بیان کردن آن بر ماست. کلا بل تحبون العاجله، نه بلکه دنیا را دوست می دارید. و تذرون الاخره، و آخرت را ترک می نمایید. وجوه یومئذ ناضره، در آن روز یک پاره رویها تازه می باشند. الی ربها ناظره، که به سوی پروردگار خود نظر کننده اند. و وجوه یومئذ باسره، و در آن روز یک پاره رویها پیشانی در هم کشیده اند. تظن ان یفعل بها فاقره، چنین پنداری که به آنها عذاب میان شکن واقع گردد. کلا اذا بلغت التراقی، نه وقتی که روح به چنبر گردن برسد. و قیل من راق، و گفته شود کیست افسون کننده. و ظن انه الفراق، و یقین داند که این وقت جدا شدن روح است.
والتفت الساق بالساق و یک ساق به ساق دیگر بپیچد. الی ربک یومئذ المساق، در آن روز روان کردن به سوی پروردگاری تو است. فلا صدق ولا صلی، پس آدمی نه باور داشت و نه نماز گزارید. ولکن کذب و تولی، ولیکن دروغ شمرد و رویگردان گشت. ثم ذهب الی اهله یتمطی، باز خرامان به سوی اهل خانه خود برفت. اولی لک فاولی، وای بر تو پس وای بر تو. ثم اولی لک فاولی، باز وای بر تو پس وای بر تو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، آیا آدمی میپندارد که به حال خود گذاشته شود؟ الم یک نطفة من منی یمنی، آیا نطفه از منی نبود که در رحم یعنی در بطن مادر ریخته می شد؟ ثم کان علقة فخلق فسوی، سپس خونی بسته بود پس خدا آن را بیافرید و درست اندام کرد. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، پس از آن منی دو صنف را ساخت، مرد را و زن را. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا این خدا بر آن توانا نیست که مردگان را زنده کند؟